یکی از مشکلات تریدرها و اکثر اونایی که تازه وارد این هیته هستن اینه که از چه پلتفرمی برای تحلیل و کار استفاده کنن. چون متا تریدر فضای خوبی برای تحلیل نداره، با وجود اندیکاتورها و اکسپرت هایی که میشه بهش اضافه کرد مثل اکسپرت بک تست و مدیریت سرمایه و اینجور چیزا، اما یکم دشواره تو متا تریدر چارت رو بررسی کنی و اینکه تایم فریم های پایین مثل 10 ثانیه و 15 ثانیه نداره و این خودش معضلیه برای یه سری افراد. تریدینگ ویو پلتفرمی که برای تحلیل و بررسی ازش استفاده میکنن که دیتای خیلی خوب و دقیقی هم داره، اما مشکلات خاص خودش داره. مثلا اینکه شما باید اکانت پریمیوم داشته باشید که بتونید از یه سری ابزارهاش استفاده کنید و با اکانت رایگانش شما نمیتونید خیلی قبل بازار رو برید بررسی کنید، به ویژه تایم فریم های پایین. و خب این خیلی مشکل بزرگیه و اصلا نمیشه رو در واقع اکانت فری تریدینگ ویو حساب کرد. مثلا شما اگه بخواید بک تست بگیرید و بخواید گذشته بازار رو بررسی کنید و بک تست گذشته بازار رو بگیرید نمیتونید. حتی اکانت پریمیومش هم تایم های گذشته مثلا سال 2019 2018 اینا رو تایم فریم های پایین رو نمیده بهتون. تو این ویدیو میخوام بهتون یه پلتفرمی معرفی کنم که جایگزین خوبیه برای تریدینگ ویو و کاملا رایگان هستش و خیلی قابلیت های زیادی داره که کاملا مناسب هستش برای این کار. تو ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام به دوستای عزیزم، آرشام هستم. همونطور که گفته شد تو این ویدیو قراره یک پلتفرم رو بهتون معرفی کنم که جایگزین تریدینگ ویو میتونید ازش استفاده کنید. این پلتفرم اکانت دموش رایگان هستش و تایم فریم های پایین مثل 10 ثانیه و 15 ثانیه رو داره. قابلیت بک تست گیری در تایم های گذشته بازار رو داره. دیتا برای سالهای خیلی دور رو داره و حتی تو سالهای مثلا 2015 16 هم حتی شما دیتا دارید برای بررسی کردن و اینکه تایم میگم تو همون سالها هم حتی تایم فریم 1 دقیقه و پایینتر ها رو هم دیتا داره. قبل از معرفی و نحوه ساخت اکانت توی این پلتفرم ازتون میخوام که اگه کانال ما رو سابسکرایب ندارید همین الان سابسکرایب کنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگه سوالی هم داشتید توی کامنت ها ازم بپرسید. خب پلتفرمی که راجع بهش صحبت شد پلتفرم جی فارکس هستش. سایت دوکاسکوپی ارائه دهنده این پلتفرمه. برای دانلودش هم میتونید وارد سایت دوکاسکوپی بشید و از همین سایت اصلی که گفتم ارائه دهنده این پلتفرم رو دانلود کنید. نکته‌ای که وجود داره اینه که جی فارکس شما هر 2 هفته یک بار باید اکانت جدید بسازید و خب این خودش یه مشکل بزرگه، چون شما چارتی که بررسی میکنید و تمام تحلیل‌ها و خط خطوطی که حالا روی چارت میکشید بعد 2 هفته خب اکانت جدید بسازید اون رو از دست میدید. پس به صورت بیسیک شما اگه از همین سایت دوکاسکوپی اکانت در واقع درست کنید، اکانت دمو درست کنید برای جی فارکس، اینه که 2 هفته یک بار باید اون رو تمدید کنید. تمدید یعنی اینکه یک اکانت جدید بسازید. تمدید درست نیست، یک اکانت جدید بسازید و خب مشکلات داره. اما تو این ویدیو بهتون آموزش میدم که از کجا اکانت دموی جی فارکس رو بسازید که بتونید تایم بیشتری ازش استفاده کنید. حالا سایتی که معرفی میکنم برای این کار، اکانت هایی که توش میسازید، اکانت دمویی که میسازید تا 2 ماه پاسخده هستش، یعنی تا 2 ماه شما اون اکانت رو دارید و از 2 ماه دوباره باید یه اکانت دیگه بسازید. اما از همین سایت دوکاسکوپی شما هر 14 روز یک بار باید اکانت جدید بسازید. برای دانلود نرم افزار باید وارد بخش فارکس تریدینگ بشید. توی تریدینگ پلتفرم روی جی فارکس کلیک کنید. خوبی این پلتفرم هم اینه که فیلتر نیستش، یعنی شما به فیلتر شکن نیاز ندارید برای کار کردن توی این پلتفرم، اما برای ورودش ممکنه به فیلتر شکن نیاز داشته باشید که حالا در ادامه بهتون میگم. خب وارد این صفحه میشیم که صفحه مربوط به جی فارکس هستش. از اینجا میتونید شما نسخه مورد نظرتون رو دانلود کنید. بعد از دانلود نرم افزار رو نصب میکنید که کار دشواری نیستش و مثل نصب هر نرم افزاریه. بعدش از شما یوزرنیم و پسورد اکانت میخواد، ولی اگه بخواید اکانتی با تایم بیشتر داشته باشید بعد از سایت NSFX
این اکانت دمو برای جی فارکس رو بسازید. NSFX یه بروکره که خدمات جی فارکس رو ارائه میده. وارد سایتش میشیم. خب تو همین صفحه اول سایت گزینه اوپن دمو اکانت رو دارید، روش کلیک میکنید. توی این بخش اطلاعات خودتون رو کامل میکنید و ایمیل خودتون هم میزنید. ایمیل فیک ایمیل و اینا استفاده نکنید، یه ایمیل حقیقی و درست بزنید. پسوردتون رو وارد میکنید و اینکه ممکنه توی این سایت، حالا یه موقعی من بوده اومدم بدون فیلتر شکن اومدم، یه موقعی فیلتر بوده اومدم و فیلتر شکن نیاز داشتم. اگر با فیلتر شکن اومدید میتونید، حالا بستگی داره فیلتر شکنتون رو چه کشوری باشه، اون کشور رو وارد کنید و شماره تلفن خودتون رو بزنید. پیش شمارش در واقع مثلا شماره انگلیس باشه، بعد شماره موبایل خودتون رو بزنید، اونقدر مهم نیست. یا اینکه اصلا همون شماره موبایل خودتون رو وارد کنید اگه به مشکلی بر نخورد و اطلاعات رو کامل و دقیق وارد میکنید. کارنسی رو روی USD میذارید و پلتفرمتون هم روی جی فارکس. بعد از تکمیل اطلاعات روی گزینه سابمیت کلیک میکنید. خب اکانتمون ساخته شد، رجیستر انجام شد و اینکه شماره‌ای که اونجا وارد کردم، ببینید دوستان، شماره با پیش شماره ایران نمیشه، یعنی کشور رو روی یک کشور دیگه بذارید. من این بار روی آلمان گذاشتم و پیش شماره آلمان میاد و شماره خودتون رو وارد کنید، اینقدر اهمیت نداره. خب از این بخش هم میتونید اپلیکیشن رو دانلود کنید اگه از لوکاسکوپیک رو دانلود نکردید و یوزرنیم و پسورد رو بهتون میده که میتونید دیگه اینا رو توی جی فارکس وارد کنید و وارد اکانت دموی خودتون بشید. فقط نکته‌ای که وجود داره موقع راه اندازی جی فارکس، یعنی وقتی که شما یوزرنیم و پسوردتون رو وارد کردید، یه دانلود دیتایی داره که اون دانلود دیتا بعد فیلتر شکنتون وصل باشه که انجام بشه. پس برای ورود به جی فارکس نیازه که شما فیلتر شکنتون روشن و فعال باشه. بعدش که دیگه ورود کردید دیگه نیاز به فیلتر شکن نداره و سری‌های بعدم بدون فیلتر شکن میتونید وارد این پلتفرم بشید. خب وارد جی فارکس شدیم. الان تو این بخش میتونید دارک مود رو فعال کنید، ولی خب من کلا با این سیستم بیشتر حال میکنم، به خاطر اینکه به خاطر یه سری دلایل. اگه خواستید توی کامنت ها بپرسید بهتون بگم. و اینکه الان روی حالت بک تستم، چون که اینکه از اکانت های قدیمی منه و چون رویش سری دیتا دارم دیگه اکانت جدید رو وارد نکردم. هرچند که میشد اکانت جدیدم وارد کنم و بهتون توضیح بدم، ولی فرقی نداره، همین صفحه براتون باز میشه. البته اولش به این شکل براتون باز میشه. تو این بخش اطلاعاتی راجع به لایو بازار دارید که به صورت دمو میتونید خرید و فروش داشته باشید توی این پلتفرم، که این پایین هم پوزیشناتون براتون به نمایش گذاشته میشه. و اینکه کلا از بک تست گیری این پلتفرم خیلی میشه استفاده کرد، یعنی به گذشته بازار میتونید برید. همینطور که میبینید الان توی سال 2020 هستم و اینکه تایم فریم هایی که داره، تایم فریم های پایین 10 ثانیه، هر کدوم از این مارک‌ها هم که فعال بکنید توی این رول براتون میاد. نمی‌کنم خیلی چیز واضحی باشه، ولی تو ویدیو بعدی دونه دونه این قسمت‌ها رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم و نحوه کارکرد هر کدوم از این گزینه‌ها رو بهتون میگم. الان شما یک اکانت 2 ماهه جی فارکس دارید که خیلی قابلیت‌های زیادی داره، ابزارها، اندیکاتورها و کلا چیزایی که یک تریدر بهش نیاز داره رو توی جی فارکس شما دارید. دیتایی هم که ارائه میده، دیتا نمیگم دقیقیه، یعنی بررسی هایی که من داشتم دیدم که خیلی جا فرق داشته، اما قابل قبوله، یعنی میشه باش کار کرد و جای نگرانی از این بابت نداره. توی ویدیو بعدی هم همونطور که بهتون گفتم دونه بدونه گزینه هایی که توی این پلتفرم وجود داره رو بهتون آموزش میدم و نحوه کار توی جی فارکس رو و بک تست گیری، استفاده از تایم فریم های پایین و سیو کردن اطلاعات روی جی کلود رو بهتون آموزش میدم. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد. حتما اگه سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید، جواب میدم. ممنونم که وقت گذاشتید. خدا نگهدار.